خبری که همین اکنون به دست ما رسید. با تأسف خبر درگذشت داوود سیاوش، پدر بکتاش سیاوش و مرحوم یمای سیاوش. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. بکتاش سیاوش چند لحظه پیش در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین متن را نوشته است: با دریغ و درد که خانواده ما یک بار دیگر در سوگ نشست و بزرگترین آموزگار، عامی، پشتیبان و تکیهگاهمان، پدر بزرگوارمان را در حادثه مرموز دیگر از دست دادیم. پدرم محمد داوود سیاوش، روزنامه‌نگار، پژوهشگر، شاعر و نویسنده معروف افغانستان و عضو انجمن نویسندگان در طبیعت آلمان، پس از 3 روز ناپدید بودن به گونه نامعلوم چشم از دنیا فرو بسته، روح متبرکشان به ملکوت اهلی پیوست. پلیس آلمان جسد مبارکشان را دریافته است، اما هنوز مشخص نیست چه اتفاقی برای ایشان رخ داده است. تحقیقات پلیس آلمان را برای رسیدن به حقیقت در جریان است و خانواده ما تا رسیدن به حقیقت این رویداد مرموز منتظر میماند. پدر مبارز و خستگی ناپذیرم در 2 سال و 2 ماه گذشته شب و روز برای کشانیدن قاتل، عامل قتل و عامل قتل شهید یمای سیاوش چون کوه استاد و با کشیدن پرونده برادرم شهید یمای سیاوش به دادگاه بین المللی در جستجوی رسیدن به عدالت بود. شهادت پدرم به شدت مرموز و سوال برانگیز است. با اتحاف دعا به روح آن مبارز عدالتخواه از دولت آلمان و نهادهای معتبر بین المللی می خواهیم در این زمینه تحقیقات جدی انجام دهند و تا رسیدن به واقعیت‌ها ما را یاری کنند. برای دشمنان عدالت و آزادی پیام ما آن است که تا یک قطره خون سیاوش در رگ و هر یکی از اعضای خانواده ما جریان داشته باشد، صدای عدالت خواهی را بلند نگه خواهیم داشت. میثاق ما با روح آن شهید متبرک و مبارز ادامه راه برحق وی می باشد. روح پاکش شاد و یاد خاطراتش جاویدان باد. ان الله و انا الیه راجعون.